سال 2013 بود، 12 سال قبل. با لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه تهران و فوق لیسانس توی رشته آموزش از دانشگاه کاردیف در ولز بریتانیا نمیدونستم باید چه راه و مسیر کاری رو اینجا انتخاب بکنم. 2 راه داشتم، یا برم سراغ مددکاری اجتماعی که خیلی دوست داشتم و یا برم سراغ معلمی. من راه دوم رو انتخاب کردم، یعنی راه معلم شدن. باید انتخاب میکردم چه رده سنی رو دوست دارم تدریس کنم. دبستان، راهنمایی یا دبیرستان و یا قبل از دانشگاه. من که خودم رو میشناختم، با شناخت از خودم میدونستم بیشتر به دانش آموزای و سنهای بالاتر میتونم درس بدم. پس من PGCE level 7 که فوق لیسانس دیگه ای هست در رده قبل از دانشگاه یا همون پیش دانشگاهی رو انتخاب کردم. 2 سال طول کشید، 2 سالی که خیلی سخت و پرکار بود و شامل 100 ساعت کارآموزی و کلی مقاله نوشتن و تجربه آموزی بود. سال 2016 تموم شد. کار پیدا کردن بعدش اصلا آسون نبود به هیچ وجه. شروع کردم اپلای کردن توی کارهای مختلف، از کمک معلمی بگیر تا معلمی، که آسون نبود بخوای سری بپری بری برای معلمی، چون اینجا تجربه و مهارت خیلی مهمتر هست از مدارک. خلاصه شروع کردم از آژانس‌های کاریابی و اونجا حدود 5 تا 6 تا آژانس کاریابی اسم خودم رو نوشتم تا بالاخره بعد از تونستم کار پیدا کنم. کار توی زمینه تدریس در کالج ها معمولا رده سنی بین 16 تا 18 سال یا قبل از دانشگاه هست. توی رشته جامعه شناسی و جرم شناسی شروع به کار کردم و بعد از حدوداً 20 تا مصاحبه 5 سال قبل تونستم راه باز کنم به کار ثابت در یکی از کالج های بزرگ جنوب ولز و اینطور شد که من شدم مدرس ثابت رشته جامعه شناسی و جرم شناسی. توی ویدیوهای آینده حتما توضیح میدم که چه رشته های مختلف و طبقه بندی هایی وجود داره برای PGCE یا مدرک معلمی در بریتانیا و کل UK و چطور میشه معلم شد و البته از مزایای معلم شدن. حتما براتون توضیح